به نام خدا. سلام خدمت همه شما دوستان نهایت گرامی. عشق، ثروت و موفقیت. اگر از بین این سه گزینه مجبور شدید تنها یک گزینه را انتخاب کنید، کدام یک را انتخاب می کردید؟ زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره‌های زیبا جلوی در دید. با آنها گفت: من شما را نمی شناسم، ولی فکر می کنم گرسنه باشید. بفرمایید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم. آنها پرسیدند: آیا شوهرتان خانه هست؟ زن گفت: نه، او به دنبال کاری از خانه بیرون رفته. آنها گفتند: پس ما نمی توانیم وارد شویم، منتظر می مانیم. مدتی بعد وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد. شوهرش به او گفت: برو با آنها بگو شوهرم آمده، بفرمایید داخل. زن بیرون رفت و آنها را به داخل خانه دعوت کرد. آنها گفتند: ما با هم داخل خانه نمی شویم. زن با تعجب پرسید: چرا؟ یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت: نام او ثروت است. و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت: نام او موفقیت است و نام من عشق است. حالا انتخاب کنید که کدام یکی از ما وارد خانه شویم. زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهر گفت: چه خوب، ثروت را دعوت کنیم تا خانه من پر از ثروت شود. ولی همسرش مخالفت کرد و گفت: چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟ فرزند خانه که سخنان آنها را میشنید پیشنهاد کرد: بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه من پر از عشق و محبت شود. مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست. عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسید: شما دیگر چرا می آیید؟ پیرمردها با هم گفتند: اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدند. ولی هر جا که عشق است، ثروت و موفقیت هم هست. آری، با عشق هر آنچه که می خواهید می توانید به دست آورید. چه خوب است همه ما هنر عاشق شدن را بیاموزیم و چه خوب است که این عشق به خدا و برنامه های آن باشد. اگر به تاریخ نگاه کنید متوجه می شوید افراد عاشق چه کسانی بودند. آتش ابراهیم را نسوزاند چون عاشق به خدا بود. نهنگ یونس را نخورد چون عاشق به خدا بود. یوسف از اوج ذلت به اوج بزرگی و مقام رسید و حضرت محمد مصطفی سرور کائنات شد. همه اینها عاشق بودند و همه اینها عاشق برنامه های خدا و خود خدا بودند. مولانا در وصف عشق چه زیبا می سراید: ای که می پرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مشکلی آسان کنی، درد یک درمانده‌ای درمان کنی. در میان این همه غوغا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر.